قندی آروم بگیر. ببینید کسایی که مرغ عشق دارن اینجا بهشون آموزش میدیم که چجوری خودشون تو خونه به مرغ عشقشون کمک کنن. لطفاً من و قندی رو حمایت کنید و لایک رو بزنید که بریم کاراشو براش انجام بدیم. اول ناخنگی رو اسپری الکل میزنیم که ضد عفونی بشه. یه ناخنگیر مخصوص این کوچولوها باید داشته باشیم چون اینا خیلی ظریفن و نیاز دارن که مراقبت بیشتری ازشون بشه. خوش میکنیم کاملا. بعدش قندی جون رو میاریم و نوک پایینش رو میگیریم. ببین چقدر بلند شده. وای من، نگاه کنید. خب براش کوتاش کردم. حالا میتونه بره قشنگ ارزم بخوره. مامان طلا ببین کوتاه شد. مرسی مامان جون که نوک منو کوتاه کردی. حالا میخوام برم پیش دوستام. منو ول کن برم. رفته روی گوشی نشسته. عشق من. رفت.